دوستانی عزیز میخواستم با شما فهمونم که برای چی آدم‌ها موفق نمیشوند در حیات. میبینیم که تمام دانشگاه ها بحور است، کالج ها زیاد است، ولی همگی یک چند تا عالم هست، دیگرها همه با دیپلم رو میگیرند و رفته کاری وزنین کرده میگردند. این قدر زال ها است، آدم‌ها با آرزو و هوس میبینند که مشق میکنن چمپیون میشوند، ولی 3-4 تا چمپیون است و باقی مانده ها حتی مدال چوبی هم نمیگیرند. و میبینیم که بسیار بیزنسمن ها هست، حتی کورس های کوتاه مدت و دراز مدت و همین قدر که میخونن ولی موفق نمیشوند، میلیونر نمیشوند. برای چی؟ برای که من دیده برآمدم در طول همین قدر تجربه‌ای که دارم از سال 2016 انسان ها دو نمود میشوند. یکم نمود این آنهایی هستند که روز به اچکی دارن، هوس میخورند، آرزو میکنند دیگرها رو میبینند و خوردن با اولین مشکلی ها زود تسلیم میشوند. مسئولیت بر دوش خود نمیگیرند، اتویتستوینش میگوییم که، و هر وقت که ناموفق شدن کسی را گناهکار میکنند و وضعیت را گناهکار میکنند، کسی را گناهکار میکنند و از بازی دست میکشند. دوم گروه آدم هایی هستند که خیلی آنها و مسئولیت به خود میگیرند و میدونند که زندگی آسان نیست، موفقیت آسان نیست، اتویتستوینش چخالی گفتم به خود میگیرند. این گونه نفرها همه مشکلی ها رو با ماتم پیشواز نمیگیرند، با گریه و با جنجال پیشواز نمیگیرند. آنها تیار هستند، آنها در هر یک سیتواسیه ها با هر یک آدم ها اندیویدوال رفتار کرده، مثل آدم های ناموفق، یعنی که یک پرینسیپ دارن، در همه جا همون رو تله میکنن و از همه جا ایگنور میگیرن، از همه جا آنها رو رد میکنن. انا این آدم های موفق این خیلی نمیشوند، اینها گیب کی میشوند در هر یک سیتواسیه با خود آدم ها اندیویدوال رفتار کرده، چی با آدم ها باشد چی با سیتواسیه ها باشد، و این نفرها موفق میشن. اینها خیلی کم هستند. دوستانی عزیز، من این رو از تجربه چند ساله 2016 26 زنچ قریب 9-10 سال تجربه هم گفته ایستادم. ما نیز در همین وضعیت های وزبین که هر روز کمیسیه های ول برس و از آن بالا میرود، هر روز نالاگ ها قیمت میشود، هر روز پرابلم های ایجاد میشود، ما هم تسلیم نشدیم. ما خیلی چیزها رو مختار با کامند درمون تحلیل کردیم و ما تیار هستیم که با شما در همین وضعیت وزنین کورسی پول کار کردن در وایلدبریز، اویتو، در همین چیزها رو با شما یاد بدهیم. اگر شما نیز تیار هستید، از وزبینی ها از دشواری ها نمیترسید، مرامت در کامنتاریا کورس نویسید، ما با شما منیجر رقم هاش رو میدیم و همچنین معلوماتی پورا با شما میدیم. دوستای عزیز، اگر شما آرزو میکردگی ها، هوس میخوردگی ها باشید و در اولین مشکلی ها دعوت میکردگی باشید، بهترش نه خودتون رو غم دید، نه کماند رو غم دید، نه دیگر رو گرم کنید. خدا همه شما رو نگهبان باشد. مرامت میخواستگی مراجعت کنید.